همینی که حضرت آقا میفرمان ما به قله نزدیک شدیم، که اسرائیل تقریبا ارزون حساب کنم مشتریشی تقریبا 3 سال بیشتر از عمرش باقی نمونده، اصلا احتیاجی به جنگ هم نداره. من باب یخربون بیوتهم بایدیهم خودشو داغون خواهد. رو ای خردمند و گو شیخ روضه مرا، که وعده های دروغ تو سوخت جان مرا. مرگ بر این و آن گفته ای تو مدام، خراب کرد این مرگ خواهی تو خان و مان مرا. فغان ز تو و فرقه تو شیخ خراب، فغان ز تو و فرقه تو شیخ خراب، که 1000 سال منبر جهلت ببسته